در دامان کوههای تاجیکستان، در دهه‌ای که مردمش با صبر زندگی می‌کردند، زنی بود که تمام عمرش را با دعا گذراند. ده‌تلان نبود. یک راهی تنگ از میانش می‌گذشت که تابستان پر از چنگ می‌شد و زمستان به لای تبدیل می‌یافت. خانه‌ها گیلین، دیوارها پست، اما دیلها کلان بودند. در اینجا آدمان بای نمی‌شدند، ولی با هم زندگی می‌کردند. هر غم را یک جا می‌کشیدند، هر شادی را یک جا جشن می‌گرفتند. آن زن را همه می‌شناختند. او آوازی بلند نداشت. در کوچه زیاد نمی‌گشت، اما هر کسی که او را می‌دید می‌دانست این زن بسیار دعا می‌کند. شوهرش مردی عادی بود، کارگر. صبح بر وقت می‌رفت، شام خسته بر می‌گشت. دستانش همیشه پر از کفیدگی، رویش سوخته از آفتاب. پول کم می‌آورد، اما هرگز حرام نمی‌آورد. آنها زندگی آسان نداشتند، ولی زندگی راست داشتند. آن شبی که همه چیز تغییر یافت، آسمان ابر بود. شمال از کوه پایان می آمد و در را آرام آرام تکان می داد. در خانه گیلین چراغی روغنی می سوخت. نوری ضعیفش دیوارها را می ررزاند. زن تنها بود. دردش سخت بود. نفری نداشت که دستش را بگیرد. وی در هر نفس نام الله را می گفت. نه با آوازی بلند، بلکه با دلی که دیگر طاقت نداشت. وقتی کودک به دنیا آمد، گریه طفل خانه خاموش را پر کرد. این گریه مثل فریاد بود. گویا کسی به آسمان خبر میداد یک جانی نو آمد. زن کودک را به آغوش گرفت. پسر بود. بدنش گرم، نفسش آرام. اشک از چشمان مادر جاری شد. وی سراسیمه نبود. فقط بر روی طفل نگاه میکرد، گویا تقدیر او را پیشکی دیدن میخواست. وی آرام گفت: ای پروردگار، من زنم، قوتم کم است. این فرزند را خودم نگاه داشتن نمیتوانم. او را به تو می سپارم. این دعا بلند گفته نشد، اما دعای مادر آواز نمیخواهد. صبح وقت شوهر برگشت، کودک در گهواره خواب بود. پدر نزد گهواره ایستاد، بر روی پسر نگاه کرد، چیزی نگفت، فقط آهسته نفس کشید. آنها نام گذاشتند یوسف. سالها گذشتند. یوسف در همین حوله کلان شد، در همین کوچه دوید، در همین دهه کلمه های اولش را گفت. او کودکی آرام بود، بیشتر گوش میکرد، کمتر سخن میگفت. گویا دلش پیش از زبانش کلان شده بود. مادر هر سحر پیش از مکتب رفتنش میگفت: فرزندم، راست گرد، حق را فراموش نکن، الله تو را میبیند. یوسف سر جنبانده میرفت. آن وقت این سخنها را قبول میکرد. آن وقت دلش صاف بود. پدر بعضا نماز میخواند، مادر باشد همیشه دعا میکرد. نه دعای بلند، نه دعای نشان دهنده، دعایی که بیشتر با اشک گفته میشد. در این خانه دین با زور نبود، با نمونه بود. یوسف کلان میشد. آموزگاران او را تعریف میکردند. همسایه ها میگفتند این پسر مرد خوب میشود. اما تقدیر هرگز شتاب نمی کند. آن انتظار می شود. وقتی یوسف به سن رسید که دوستان زیاد می شوند، سخنهای بیرونه جالب می شوند و آواز مادر کمی دور می رود، همه چیز آهسته آهسته تغییر یافت. اول چیز دیده نمی شد. فقط بعض نمازها دیر می شدند. بعض سخنها سبک می شدند. بعض نگاهها دیگر می شدند. مادر این را حس می کرد. مادر همیشه پیشتر حس می کند. یک شب وقتی یوسف دیر آمد، مادر در روشنی کم نشسته بود. قرآن پیشش کشاده، ولی چشمانش به حرفها نمی نگریستند. وی تنها گفت: فرزندم، راحت را گم نکن. یوسف چیزی نگفت، اما در دلش گفت: همه چیز خوب است. و همین جمله آغاز راهی دراز شد. در همان شب وقت همه خواب بودند، مادر رو به قبله نشست. دستانش می لرزید، اشک به صدا می ریخت. وی گفت: ای الله، اگر فرزند من به راه خطا رفته باشد، او را پیش از آن که دیر شود بازگردان. بعضی دعاها زود قبول نمی شوند، آنها اول به امتحان تبدیل می شوند و این امتحان اکنون آغاز می شد. یوسف دیگر کودک نبود. او به سنی رسیده بود که جوان خود را قوی حس می کند، ولی هنوز نمی داند که زندگی چگونه سنگین زده می تواند.
قدمش استوارتر شده بود، آوازش غفستر، نگاهش جدیتر. اما در درون دلش چیزی آرام نبود. در همین سین دوستان پیدا می شوند. نه اون دوستانی که تو را به بالا می کشند، بلکه آنهایی که می گویند همین خیل زندگی می کنند. اول آنها مثل دیگرون بودند. می خلمیدند، شوخی می کردند، درباره ماشین، پول، شهر سخن می گفتند. هیچ کس در اول سخن بد نمی گفت. یوسف خود را در بین آنها بیگانه حس نمی کرد. برعکس، خود را خودی حس می کرد. آنها او را قبول کردند. برای جوان این بسیار مهم است. یک روز وقتی نماز فرا رسید، یکی از آنها گفت: بعد میخوانم، حالا کار داریم. یوسف اول چیزی نگفت. او در دل گفت: عیب ندارد، بعد میخوانم. اما بعد آمد. نه، روز دیگر هم همین شد. روز سیوم هم و همین طور نمازی که یک بار دیر شد به نماز تبدیل یافت که آسان ترک میشد. دوستانش میخندیدند. نماز در دل باشد بس. یوسف در اول خاموش بود، اما خاموشی بعد از مدت رازگی می شود. مادر تغییر را حس می کرد. او دیگر سوال نمی داد، چون می دانست جوان وقت جواب ندارد، یا دروغ می گوید یا عصبانی می شود. یک بگاه وقتی یوسف دیر برگشت، مادر در حوله نشسته بود. آسمان تاریک، ستاره ها کم، وی به قدم های پسرش گوش کرد. این قدم ها دیگر آن قدم های کودکیش نبودند. وی آرام گفت: فرزندم، دیر شد. یوسف جواب داد: کار داشتم. این کار همیشه یک بهانه بود. مادر بر رویش نگاه کرد. در چشمانش دیگر همان نور نبود. وی گفت: بعضی راه‌ها آسان میتابند، ولی آخرشان سخت است. یوسف خاموش ماند. در دلش گفت: شما زندگی امروزه را نمیفهمید. این سخن را بلند نگفت، اما همین که در دل گفت، دل یک قدم دور شد. روزها گذشتند. یوسف بیشتر با دوستان بود، کمتر در خانه، کمتر نزد مادر. آنها به جایهایی می رفتند که یوسف پیشتر نمی رفت. سخنهایی می شنید که پیشتر نمی شنید. اول دلش ناآرام می شد، بعد عادت کرد. این از همه خطرناک است، وقت دل به چیزی که نادرست است عادت می کند. یک شب وقت تنها بود، یوسف فکر کرد. به یاد سخنهای مادرش افتاد، به یاد دعاهای شبانه. دلش لرزید. او خواست نماز خواند، برای اولین بار بعد چند وقت. اما وقتی به سجده رفت، فکرها آرام نمی شدند. او زود برخاست. گفت: بعد. این بعد مثل دیوار شد بین او و دلش. در همان شب مادر بیدار بود. وی حس می کرد که چیزی می شکند، چیزی که با دست اصلاح نمی شود. وی رو به قبله نشست. دستانش می لرزیدند. گفت: ای الله، دوستان می توانند پسرم را از من بگیرند، اما از تو نه. او را گم نکن. این دعا با اشک گفته شد، اشکی که زمین را تر کرد و به آسمان رفت. یوسف آن شب خوابش نبرد، اما صبح همه چیز باز فراموش شد. چون وقت انسان در بین مردم قرار می گیرد، آواز حق آرام می شود. و همین طور دوستان جای مادر را گرفتند، نه در خانه بلکه در دل. و این آغاز راهی بود که بازگشتش آسان نیست. گناه هیچ گاه یک باره به در دل نمی آید. آن نمی گوید من بد هستم. آن همیشه خود را سبک نشان می دهد، مثل سایه، مثل فکری که می گویند این که چیزی نیست. یوسف تا حال خود را جوانی بد نمی شمارید. او کسی را نزده بود، کسی را فریب نداده بود. او به خود می گفت من مثل دیگران زندگی می کنم. و همین جمله بسیار آدمان را به هلاکت برده است. اول همه چیز با سخن سر شد. سخنهایی که باید گفته نمی شدند. شوخی‌هایی که حد داشتند. اما آن حد گذشت. یوسف در اول می خندید، ولی در دلش چیز می خراشید. او این خراش را حس می کرد، اما اهمیت نمی داد. بعد نگاه ها دیگر شدند. نگاه هایی که باید زود می گذشتند دراز ماندند. و نگاه وقت دراز ماند فکر می آرد. فکر آرزو می آرد. آرزو جرأت نشارد. یوسف یک شب دیر به خانه برگشت. هوا تاریک بود. در حوله چراغ نمی سوخت.
خانه خاموش بود. مادر در حجره نشسته بود، نمیخوابید. گویا انتظار بود. وی پرسید: فرزندم، تو کی آخرین بار آرام خواب کردی؟ یوسف حیران شد. این سوال ناگهان بود. او گفت: من خوبم آچه. اما مادر میدانست که جوانی خوب اینقدر دیر نمی آید. روزهای بعدی همه چیز آرام می نمود. اما در دل یوسف یک جنگ آغاز شده بود. یک طرف دل می گفت ایست، طرف دیگر می گفت همین خلند و او همیشه طرفی آسون را انتخاب می کرد. آن روزی که اولین بار گناه به عمل تبدیل یافت، آسمان صاف بود. هیچ نشانه از بدی نبود. این هم از حکمت تقدیر است. گناه اکثر وقت در روز عادی می شود. یوسف بعد از آن لحظه تنها ماند. دستانش می لرزیدند. دلش تیز تیز می زد. او نشست. سرش را با دو دست گرفت. در دلش گفت این دیگر تکرار نمی شود. این سخن را قریب همه می گویند. اما گناه اگر تکرار نشود قوت نمی گیرد. شب اول خوابش نبرد. هر بار چشمانش را می پوشید، آن لحظه پیش نظر می آمد. او ترسید. این ترس نشانه زنده بودن دل بود. اما روزها گذشتند. ترس کم شد، دل آرام شد و همین لحظه خطرناک ترین لحظه است. چون وقتی دل دیگر نمی لرزد، این معنای آن را دارد که تاریکی جای گرفته است. یوسف به نماز نزدیک شدن خواست، اما هر بار فکر می آمد با همین حالت چگونه نزد الله می روم و او باز نمی رفت. این شیطانی است. گناه می کند، بعد می گوید اکنون دیر شد. مادر دیگر چیزی نمی پرسید، او فقط می نگریست. این نگاه پر از درد بود. یک شب وقتی همه خواب بودند، مادر باز رو به قبله نشست. این دفعه دعایش دیگر بود. وی گفت: ای الله، اگر پسرم به راه خطا رفته باشد، او را با نعمت نی، با درد بیدار کن. فقط دلش را نگیر. این دعا سبک نبود. این دعا خطرناک بود. چون بعضی بیدار شوی بی ضربه نمی آید. در همان شب یوسف خواب دید. خوابی که صبحش را با دلی وزنین آغاز کرد. او خواب را به کسی نگفت، اما این خواب آغاز نشانه ها بود و نشانه ها اگر نادیده گرفته شوند به فاجعه تبدیل می شوند. خواب بعضن تنها خواب نیست. بعضن آگاهی است. بعضن دری است که پیش از فاجعه آهسته می کشایند. یوسف صبح با دل وزنین بیدار شد. چشمانش خسته، سرش سنگین. گویا شب خواب نکرده باشد. خوابی که دیده بود هنوز از پیش نظرش نمی رفت. او در خواب خود را در راه تنگ دیده بود. راه تاریک، دو طرفش چقوری. از قفا کسی صدا می کرد، ولی آوازش شناس نبود. او می گریخت، قدمهایش وزنین می شدند. هر قدر می دوید راه تنگتر می شد. وقتی از خواب بیدار شد، دلش تیز می زد. دستانش عرق کرده بودند. او نشست، به دیوار نگاه کرد، گفت خواب است. اما دل آرام نمی شد. او روز یوسف دیگر خیل بود. در بین مردم هم خاموش، حرف کم، نگاهش دور. دوستان شوخی می کردند، می خندیدند. اما او می خندید هم دل نداشت. یکی گفت چی شد؟ فکر می کنی؟ یوسف گفت هیچ چیز. این هیچ چیز بسیار وقت معنای همه چیز را دارد. شام، وقتی به خانه برگشت، مادر در حوله نشسته بود. آفتاب فرو می رفت. سایه ها دراز می شدند. مادر بروی پسرش نگاه کرد. نگاهی که مادر تنها یک بار می کند. نگاهی که گویا دل فرزند را می خواند. وی گفت فرزندم، دلت ناآرام است. یوسف حیران شد. او پرسید چه خیلی فهمیدی؟ مادر گفت مادر فهمیدن را می آموزد، نه پرسیدن را. یوسف خاموش ماند. مادر ادامه داد بعضی راهها اگر در اول آگاه نکنن در آخر میشکنن. یوسف این سخنها را شنید، اما در دلش گفت همه چیز در دست من است. این فکری خطرناک است. آن شب یوسف باز همان خواب را دید. این دفعه راه باز هم تنگتر بود، چقری نزدیکتر، آواز بلندتر. او ایستاد، خواست برگردد، اما از قفا کسی گفت دیر شد.
یوسف از خواب با فریاد بیدار شد. مادر در حال از جایش خست. به حجره در آمد. یوسف را چنین دیدن دل او را پاره کرد. بای گفت خواب دیدی؟ یوسف سر جنباند. مادر گفت بعضی خوابها دعوتند. نترس ولی نادیده هم نگیر. یوسف دیگر چیزی نگفت. او خسته بود. نه از کار، از جنگ در دلش. روزهای بعدی نشانه ها زیاد شدند. یک بار پایش لغزید افتاد. هیچ چیز نشد، اما ترسید. یک بار در راه صدمه دید. جوان همسال خودش با چشمان بسته. یوسف آن لحظه سخت فکر کرد. اما شام همه چیز باز فراموش شد. این هم از طبیعت انسان است. آگاهی را می‌بیند اما زندگی آسان را انتخاب می‌کند. مادر دیگر آرام نبود و حس می‌کرد که دعایش به آستانه رسیده است. آن شب باز رو به قبله نشست. این دفعه با ترس و گفت ای الله، من علامت‌ها را دیدم. اگر هشدار می‌دهی به پسرم بفهمان. چگونه؟ پیش از آن که دیر شود. آسمان خاموش بود، اما خاموشی آسمان همیشه معنای رد را ندارد. یوسف آن شب با آسمان نگاه کرد. ستاره ها بسیار بودند. او به خود گفت فردا دیگر می شوم. اما فردا بعضاً نمی آید و همین طور آگاهی که باید زنده می کرد نادیده گرفته شد و تقدیر قدم نوبتی را آماده می کرد. بعضی قدم ها هستند که وقت گذاشته می شوند آدم دیگر همان آدم نمی ماند. یوسف آن صبح با حس عجیب از خانه برآمد. نه شاد بود، نه غمگین. فقط یک خالیگاه در دلش بود. گویا چیز گم شده است، اما نمیدانست چی. مادر از پسش نگاه کرد. این نگاه دیگر نگاه نبود. این گویا خیر و خوشی ناآیان بود. او گفت فرزندم، امروز دیر بر نگرد. یوسف گفت خوب. اما این خوب به احساس بود. در راه دوستان انتظار بودند. آنها نقشه داشتند، نقشه‌ای که به نظر آنها عادی می نمود. یک بار، فقط امروز، چی می شود؟ این جمله ها همیشه پیش از فاجعه می آیند. یوسف در دل گفت من خود می دانم کی می ایستم. این همان فکر است که بسیار آدمان را غلط برده است. آنجا جایی بود که یوسف پیشتر نیامده بود. نفسش دیگر شد. دلش تیز می زد. او لحظه ایستاد. در دلش چیزی گفت برگرد. اما آواز دیگر بلندتر بود. دیر شد. اکنون چی فرق دارد؟ او قدم گذاشت. این قدمی بود که بعد از آن دل دیگر به آسانی آرام نمی شود. وقتی همه چیز تمام شد، یوسف تنها ماند. صدا خاموش شد. خنده ها قطع گردیدند. او نشست. به دستانش نگاه کرد. این دستا دیگر همان دستان نبودند. دلش سخت زد. نفسش تنگ شد. او گفت چی کردم؟ اما دیر بود. شام. وقتی به خانه برگشت، آسمان سرخ بود. گویا آفتاب شرم میکرد. مادر در حوله ایستاده بود. وی چیزی نپرسید. فقط بر روی پسرش نگاه کرد. این نگاه همه چیز را گفت. یوسف سر خم کرد. درون خانه در آمد. بی سخن. آن شب او خواب کرده نتوانست. هر بار چشمانش را میبست آن قدم پیش نظرش می آمد. او خواست دعا کند. اما کلمه ها نمی آمدند. گویا زبانش بسته شده بود. این از همه سخت است. وقتی انسان می خواهد به الله برگردد اما خجالت می کشد. در حجره دیگر مادر بیدار بود و حس می کرد که چیز شکست. و رو به قبله نشست. با دل لرزان گفت ای الله، من در دل فرزندانم نیستم، اما تو هستی. او را گم نکن. اگر ضربه لازم باشد فقط جانش را نگیر. این دعا با ترس گفته شد چون مادر حس میکرد که دیگر سخن نیست. یوسف آن شب اشک ریخت. بار اول بعد از مدت. اما اشک تنها گناه را نمیشوید اگر قدم دیگر نشود. صبح او خود را مجبور کرد که مثل هر روز رود، اما دلش دیگر آن دل نبود و همینطور قدمی که به قفا نماند در را برای قدم‌های سخت‌تر باز کرد. بدترین چیز در زندگی انسان آن نیست که او گناه کند. بدترین چیز آن است که به گناه عادت کند. یوسف بعد از آن قدم دیگر آن یوسفی پیشینه نبود. نه آن جوانه که دل و وجدانش زود بیدار می شد. در دلش چیزی خاموش شد.
آهسته، بی صدا. اول ترس بود، بعد خجالت، بعد فکر و در آخر آرامی. این آرامی و از صبر بود، نه از توبه. این آرامی از کرختی بود. یوسف صبح برمیخواست، بر روی خود آب میپوشید، به آینه مینگریست. او خود را میشناخت، اما همزمان نه. او به خود میگفت همه چیز خوب است، من زنده ام، هیچ چیز نشد. این جمله دروغ نبود، اما حقیقت هم نبود. مادر دیگر سوا نمیداد. او فقط نگاه میکرد، نگاهی که هر روز وزنینتر میشد. یک بگاه وقتی آنها در یک حوله نشسته بودند، مادر گفت فرزندم، انسان وقتی از چیزی نمیترسد آن وقت خطرناک میشود. یوسف این سخن را شنید، اما در دلش چیزی تکان نخورد و این بود علامت. روزها گذشتند، یوسف به همان جایها برمیگشت، با همان آدمان. همه چیز دیگر عادی مینمود. او حتی بعضا میخندید، اما این خنده از دل نبود. نماز کاملا از حیاتش برآمد، نه با قرار، با فراموشی. او دیگر حتی نمیگفت بعد میخوانم، چون کسی که چیزی را تماما ترک کرده است دیگر بهانه هم نمیآورد. یک شب یوسف در کوچه تنها می آمد. آسمان صاف، ستاره ها زیاد. او با آسمان نگاه کرد. بار اول بعد مدت در دلش چیزی گفت ای الله، اما سخن ادامه نیافت. گویا راه بین دل و آسمان بسته بود. او ترسید، نه از جزا، از این خاموشی. در همان لحظه از پیشش مرد گذشت، مرد سال خورده با عصا. او ناگهان ایستاد، به یوسف نگاریست و گفت پسرم، دلت را گم نکن، وقت بسیار نیست. این سخن به سبب گفته شد. این هم نشانه بود. یوسف چند قدم رفت، با ایستاد، خواست برگردد که چیزی گوید، اما مرد دیگر نبود. او این را به تصادف گذاشت. چون انسان اگر آماده نباشد نشانه را هم رد میکند. مادر آن شب خواب ندید. او حس میکرد که دعایش به نقطه سخت رسیده است. وی رو به قبله نشست. این دفعه به گریه، با خستگی گفت ای الله، دلی فرزند اگر سخت شود من چی کنم؟ من دیگر قوت ندارم. این دعا آرام بود، اما آرامی پیش از گریه. یوسف آن شب بار اول درد را حس نکرد، نه وجدان نه ترس. و همین حالت آغاز مرحله آخرین است. چون وقتی دل دیگر نمی لرزد، تقدیر خودش می آید تا آن را تکان دهد. دعای مادر همیشه قبول می شود، اما نه همیشه به آن شکلی که دل می خواهد. آن روز صبح غیر عادی آغاز شد. آسمان صاف بود، ولی هوا وزنین می نمود. گویا چیزی در راه است. مادر از خواب بر وقت بیدار شد. دلش فشار داشت. نه درد بود، نه بیماری، فقط یک حسی نافهما. وی در حولی نشست، با آسمان نگریست. آفتاب هنوز نبرآمده بود. وی آهسته گفت ای الله، من دیگر نمیدانم چی دعا کنم. اگر پسرم را دوست می‌داری، او را نجات ده، به هر راهی که لازم است. این سخن را گفت، ولی آخرش را خود نفهمید، چون بعضن انسان چیزی را میپرسد که قوت دیدنش را ندارد. یوسف آن صبح با سردرد از خواب خیست. دلش تنگ بود. او فکر کرد شاید خواب نکردم. او از خانه برآمد. مادر پسش نگریست. این نگاه دراز بود، خیلی دراز. یوسف لحظه ایستاد، خواست چیزی گوید، اما زبانش نگردید. وی رفت. در راه همه چیز عادی می نمود. آدمان کار می رفتند، کودکان می خندیدند. هیچ کس نمی دانست که امروز روز جواب یک دعاست. یوسف با دوستان واخورد. آنها نقشه داشتند، نقشه‌ای که باز هم خطرناکتر بود. یوسف لحظه ایستاد، در دلش چیزی گفت نی، اما آواز دیگر زود آمد. یک بار دیگر پس چی می شود؟ این سوال همیشه پیش از فاجعه می آید. آنها به راه برآمدند، راهی که یوسف خوب می شناخت، اما امروز آن راه دیگر بود. در یک لحظه صدای بلند شد، صدای سخت. نگاه ها گم شدند، همه چیز به هم آمیخت. یوسف خود را به زمین افتاده حس کرد. سرش چرخ زد، دستانش خونالود شدند. آوازها دور می شدند، چشمانش وزمین می شدند. در همان لحظه در دلش چیزی شکست. او در بین هوش و بیهوشی گفت ای الله، من برگشتن می خواهم. اما وقت بعضن گوش نمی کند. در دهه مادر ناگهان از جایش خیست. دلش سخت زد. وی گفت چیزی شد. همسایه در را کفت. رویش سبسفید.
گفت او چه؟ یوسف. مادر دیگر چیزی نپرسید. او همه چیز را فهمید. راه به سوی بیمارخانه دراز بود. برایش مثل یک عمر. وقتی به آنجا رسید یوسف در کت خواب بود. چشمانش پوشیده، نفسش سست. مادر نزد کت نشست. دستش را گرفت. این دست دیگر گرم نبود. وی گریه نکرد. فقط گفت ای الله، من گفتم دلش را بگیر، نه جانش را. در آن لحظه طبیب برآمد. نگاهش وزنین بود. این نگاه همه چیز را گفت و مادر فهمید که دعا قبول شد، اما با درد. بیمارخانه آرام بود. آرامی که از زندگی نیست. آرامی که از انتظاری است. در دالان دراز بوی دارو می آمد. قدمها آهسته صدا می دادند. آدمان پست پست صحبت می کردند. گویا ترس داشتند که آواز بلند مرگ را بیدار می کند. مادر در نزد کت نشسته بود. دست یوسف را در دست داشت. این دست دیگر آن دست گرم نبود. سرد بود. به جان. یوسف چشمانش را پوشیده بود. گویا خواب است. اما مادر می دانست این خواب دیگر خواب عادی نیست. وی بر رویش نگاه کرد، به ابروها، به لبها، به آن رویی که خودش با درد به دنیا آورده بود. وی آهسته گفت فرزندم، آچه‌ات اینجاست. اگر میشنوی یک بار دستم را فشار ده. هیچ چیز. طبیب آرام نزدیک شد. گفت حالتش وزنین است. ما هرچه می توانستیم کردیم. این هرچه می توانستیم برای مادر هیچ معنا نداشت. او به طبیب نگاه کرد. پرسید او زنده می ماند؟ طبیب سکوت کرد. سکوت هم جواب است. مادر دیگر چیزی نپرسید. چون وقتی جواب را می دانی سوال هم درد می کند. وی سر به سر یوسف گذاشت. بوی پسرش را حس کرد. این بوی هنوز زنده بود. وی گفت ای پروردگار، اگر برگشتنی او امکان دارد من همه چیز را قبول می کنم. دردم را گیر اما پسرم را ده. در همین لحظه یوسف آهسته چشمانش را گشاد. نگاهش خیره بود. اما وقتی مادر را دید چشمانش پرآب شدند. او با آواز سست گفت او چه؟ این یک کلمه برای مادر یک عمر بود. وی زود گفت من اینجایم پسرم. صحبت نکن. خسته می شوی. یوسف سر جنباند. نفسش دشوار بود. او گفت من خطا کردم. اشکی مادر بر روی دستش چکید. گفت حالا این را نگو. حالا برگرد. همش بد. یوسف با دشواری تبسم کرد. گفت من آن شب دعا کردن خواستم ولی دیر شد. این سخن مثل کارد به دل مادر زد. وی گفت نه پسرم، هیچگاه دیر نیست. الله مهربان است. یوسف آهسته گفت من میدانم، اما دلم دیگر نمی لرزید. این اعتراف سخت بود، خیلی سخت. در همان لحظه دستگاهی نزدیکت صدا داد، صدایی که دل را میکفاند. طبیبان دویدند، مادر را به قفا بردند. وی ایستاد، به دری بسته نگاه کرد، گویا عمرش همانجا ایستاده باشد. در دلش تنها یک چیز بود: ای الله، اگر پسرم زنده ماند من دیگر چیزی نمیخواهم. دقیقه ها مثل ساعت گذشتند، ساعت ها مثل سال. نهایت طبیب برآمد، نگاهش همه چیز را گفت. مادر به دیوار تکیه کرد، قوت نداشت، اما نفهمید که چگونه هنوز ایستاده است. وی تنها پرسید او کجا بود؟ شنید که من اینجا بودم. طبیب آهسته گفت بله، این یک کلمه، هم شفا بود هم درد. چون حقیقت به یوسف رسید، اما دیر. خبر صبح بر وقت پند شد، نه با تلفن، نه با اعلان، با دل مردم.
در دهه کسی بلند نخندید. کسی آوازی بلند نداشت. گویا همه پیشکی می‌دانستند که امروز روز وزنین است. مردم آرام آرام به یک سو می‌رفتند. به خانه گلین. با آن خانه‌ای که دیروز زندگی بود، امروز خاموشی بود. مادر در حجره نشسته بود. جسم یوسف پیشش خواب بود. با روی سفید، با لبان آرام. گویا خواب است. گویا حالا بیدار می شود. اما مادر می دانست. مادر همیشه می داند. وی گریه نمی کرد. این ترسناک بود چون گریه سبک می کند اما خاموشی می شکند. زنها گریه می کردند. مردها سرخم کرده می ایستادند. هیچ کس نمی دانست چی گوید. یکی گفت جوان بود، دیگری گفت حیف. اما این سخنها برای مادر هیچ معنا نداشتند. وی بر روی پسرش نگاه می کرد، به آن رویی که شبها برایش دعا می کرد. وی آهسته گفت فرزندم، آچت اینجاست، دیگر درد نداری. این سخن را کسی نشنید، اما دیوارها شنیدند. وقتی جسد را برداشتند، مادر از جایش خیست. قدمهایش سست بودند، اما قدم زد. یک نفر پرسید آچه حالت خوب است؟ وی جواب داد من باید تا آخر روم. من مادرم. جنازه آرام بود، نفسها سخت، زمین خنک. وقت جسم را به خاک سپاریدند، مادر به زمین نشست، دستش را به خاک زد، گفت ای خاک، من امانت سپاریدم، نگاهش دار. این لحظه آسمان ابر شد، شمال آمد، گویا طبیعت هم طاقت نکرد. پس از جنازه دهه دیگر همان دهه نبود. کوچه ها خاموش، خانه ها خاموش. مادر به خانه برگشت، حولی خالی می نمود. گهواره هنوز در گوشه بود. وی نزد گهواره نشست، دست به کنارش گذاشت، آهسته گفت از همین جا سر شد. آن شب مادر تنها ماند، باری اول به امید. وی رو به قبله نشست. این دفعه دعا نکرد، فقط گفت ای الله، من قبول کردم. این قبول آسان نیست. در همان شب دهه خواب نکرد و بسیار مادران پسرانشان را سخت به آغوش گرفتند، چون حکایه یوسف حکایه بسیار هاست. بعد جنازه روزها دیگر خیل گذشتند. آفتاب می برآمد، شام می آمد، اما برای مادر وقت دیگر حرکت نمی کرد. صبح می خیست، چای می گذاشت، به آن که کسی نوشد، به حولی می برآمد، به در می نگریست. گویا انتظار است که قدمها شنیده می شوند، اما قدمها دیگر نمی آمدند. همسایه ها می آمدند، نانگی آوردند، سخن می گفتند، ولی هر سخن مثل باد بود، می آمد، می گذشت. مادر بیشتر خاموش می شد. این خاموشی ترسناک بود، چون گریه درد را می برارد، خاموشی درد را می خورد. یک روز مادر لباس یوسف را برداشت. آن لباس هنوز بوی داشت، بوی پسر. وی لباس را به سینه‌اش فشار داد. اشک آمد، بار اول بعد جنازه. گفت فرزندم، اگر یک بار دیگر تو را بینم هیچ چیز نمی خواهم. اما زندگی بازگشت نمی داند. شبها وزنین بودند، خواب نمی آمد. وقتی می آمد هم با خوابهای کوتاه. در خواب یوسف می آمد، می خندید، می گفت آچه من خوبم. مادر بیدار می شد، حجره خالی. این لحظه ها از مرگ هم سخت‌ترند. یک بیگاه مادر رو به قبله نشست، دیر، بسیار دیر. وی گفت ای الله، من دیگر چیزی نمیپرسم، فقط بگو پسرم را بخشیدی. این دعا دیگر با امید نبود، با ترس بود. آسمان خاموش بود، اما در دل مادر آرامی آهسته می آمد. نه شادی، نه سبکی، فقط قبول. روزها گذشتند، مادر دوباره به زندگی برگشت، اما زندگی دیگر. وی باز سحر برمیخست، باز کار میکرد، باز دعا میکرد، اما دعایش دیگر بود. وی دیگر برای زنده ماندن پسرش دعا نمیکرد، وی برای بخشیده شدنش دعا میکرد. یک روز در کوچه جوان گذشت همسال یوسف. مادر به او نگاه کرد، جوان سر خم کرد، گویا فهمید. مادر گفت پسرم هم همین خیل بود. جوان چیزی نگفت، اما چشمانش پر آب شدند. حکایه یوسف
آرام آرام به دیگران می رسید. مادران می شنیدند، پسران می شنیدند. بسیاری از آنها آن شب به خانه بر وقت برگشتند. بسیاری از آنها آن شب دعا کردند، شاید برای اولین بار. و همینجا قصه یوسف تنها قصه مرگ نماند، آن به عبرت تبدیل یافت. اما هنوز همش تمام نشده بود، چون بعضن بعد از فاجعه نشانه‌ای می آید. بعض شبها هستند که انسان خواب نمی کند. نه از بیداری، از فکر. مادر همان شب دیر خوابید. نه گریه می کرد، نه سخن می گفت. فقط به شفت می نگریست. در دل یک سوال بود که جواب نداشت. پسرم حالا کجاست؟ وقتی خواب آمد، آرام نبود، سبک هم نبود. او در خواب خود را در صحن همان حولی دید. آفتاب روشن بود، گلها سبز، هوا صاف. یوسف از در آمد، با همون قدم آرام، با همون نگاهی که کودکی داشت. مادر فریاد زد: یوسف! او تبسم کرد، نزدیک آمد، گفت: اوچه، گریه نکن. مادر خواست او را به آغوش گیرد، اما یوسف یک قدم قفا رفت. گفت: من خوبم، فقط دیر فهمیدم. مادر گفت: تو درد نداری؟ یوسف سر جنباند. درد تمام شد، اما پشیمانی ماند. او به آسمان اشاره کرد: دعای تو مرا نجات داد، نه از مرگ، از گم شدن. مادر بیدار شد، دلش سخت میزد، اشک در چشمانش بود. اما این اشک دیگر مثل پیشینه نبود، این اشکی سبوکی بود. صبح مادر بر وقت برخاست، به حولی برآمد. آسمان صاف بود و این نفس کشید. چقور آهسته گفت: شکر. این شکر آسان گفته نشد، با درد آمد، با صبر. همان روز مادر به مزار رفت. خاک را با دست راست کرد، گل گذاشت. گفت: فرزندم، او چقدر راضی است. فقط امیدوارم که پروردگار هم راضی است. شمال آهسته وزید، گویا جواب بود. از آن روز مادر دیگر تنها نبود. غم بود، اما ناامیدی نه. او با دیگر زنها صحبت میکرد. میگفت: با فرزندانتان سخن گویید پیش از آن که دیر شود. بعضی ها میشنیدند، بعضی ها نه. اما هر کسی که میشنید در دلش چیزی بیدار میشد. حکایه یوسف دیگر تنها حکایه نبود، اون به آگاهی تبدیل یافت. اما حکایه هنوز خاتمه نداشت، چون بعضن بعد از نشانه سنجش دیگر می آید. حکایه یوسف آرام آرام پهن شد، نه مثل آوازه، مثل درد. در دهه هر کس چیزی شنیده بود. یکی می گفت: گناه جوان را خورد. دیگری می گفت: دعای مادر دیر قبول شد. اما حقیقت در بین این سخنها گم نمی شد. جوانها می شنیدند، آنهایی که شبها دیر می آمدند، آنهایی که می گفتند حالا وقت هست. بعضی آنها خندیدند، گفتند همه می میرند. اما بعضی ها آن شب خوابشان نبرد. یک جوان دوست یوسف شب در حوله نشسته بود، سیگار در دست، آسمان بالای سر. او به خود گفت: امروز یوسف، فردا کی؟ این سوال آسان نیست. او سیگار را پرتافت. باری اول فکر کرد: اگر امروز من روم مادرم چی میکند؟ این فکر مثل کرد بود، اما کردی که بیدار میکند. در خانه دیگر مادر دیگر پسرش را انتظار بود. او دیر آمد، در را آرام کشید. مادر گفت: دیر شد. پسر گفت: میبخشی. این میبخشی پس از حکایه یوسف دیگر معنا داشت. در دهه یک امام بود، مردی آرام. سخنش بلند نبود. در خطبه گفت: مرگ آگاهی نمیدهد. دل اگر امروز زنده است، فردا میتواند خاموش شود. این سخن به بسیار دلها رسید، به همه دلها نه، اما به بعضی ها ها. مادر این همه گوش میکرد و دیگر گریه نمیکرد، اما هر سخن مثل بار بود. آ در دل گفت: اگر حکایه پسرم یک جوان را باز دارد، پس بهوده نبود. این فکر کم کم به او قوت میداد. یک بیغا یک جوان نزد مادر آمد، سر خم کرده گفت: اوچه، من هم مثل یوسف بودم، اما ترسیدم.
مادر به اون نگاه کرد. در چشمانش اشک آمد. گفت ترس نی پسرم، این رحمت هست. آن جوان رفت، اما در دلش چیزی دیگر شد. همین طور قصه یک جوان با آینه برای دیگران تبدیل یافت، اما نه همه از آینه خود را دیدن می‌خواهند و برای همین سنجش هنوز تمام نشده بود. پس از مرگ یوسف، دوستانی که با او بودند دیگر آرام نمی‌گشتند. آنها به کوچه می‌برآمدند، می‌خندیدند هم، اما این خنده دیگر همون خنده نبود. هر بار که نام یوسف به زبان می‌آمد، سکوت می‌افتاد. یکی از آنها شبها خواب نمی‌دید. هر بار که چشمانش را می‌بست، آن لحظه پیش نظرش می‌آمد. آن راه، آن صدا، آن افتادن. او به خود می‌گفت اگر من نمی‌بودم، اگر من گفته بودم که برگردیم. اما اگر دیگر فایده ندارد. دیگری می‌گفت همش تقدیر بود. این سخن آسان است. وقت انسان نمی‌خواهد عیب را بپذیرد، تقدیر را پیش می‌آورد. اما شب تنها این سخن کار نمی‌کرد. یکی از آنها یک شب به مزار رفت. دیر، تاریک، نشست، به خاک نگاریست. گفت یوسف من همان روز می‌توانستم تو را نگاه دارم. خاک خاموش بود، اما خاموشی جواب نیست. او با دل سنگین برگشت. از آن شب دیگر به آن راه برنگشت. اما نه همه چنین شدند. بعضی ها باز هم گفتند زندگی ادامه دارد. این سخن دو معنا دارد، یکی صبر، دیگر بی‌پروایی. یوسف رفت اما سایه‌اش ماند. در خوابها، در فکرها، در ترسها. یک روز یکی از دوستان به خانه مادر آمد. سر خم کرده، دستانش می لرزیدند. گفت آچه، من خود را بخشیده نمی توانم. مادر به او نگاه کرد. نگاهش آرام بود. گفت بخشش را از من نه، از الله پرس. این سخن سخت بود، اما راست بود. آن جوان گریه کرد. مرد گریه کردن را دوست ندارد، اما بعضا گریه یگانه راه است. او رفت و دیگر برنگشت. مادر پسش نگاریست. در دل گفت شاید یک دل دیگر زنده ماند. این امید خرد در دل او کلان می شد. اما برای بعضی ها پشیمانی دیر آمد. خیلی دیر. و دیر آمدن همیشه با درد می آید. بعضن انسان دیگران را نمی پرسد، خود را می پرسد. مادر شبه تنها نشسته بود. در همان حجره، در همان جا که سالها پیش یوسف گریه اولش را کرده بود. چراغ کم نور می سوخت. سایه ها در دیوار حرکت می کردند. مادر به گهواره نگاه کرد. آن گهواره هنوز هم در گوشه بود. کهنه، خالی. وی آهسته گفت آیا من کافی دعا کردم؟ آیا من کافی گفتم؟ یا شاید دیر گفتم؟ این سوالها از همه سخت‌ترند چون جواب ندارند. وی به یاد آورد آن روزها را که یوسف کودک بود. چگونه به مکتب گسل می‌کرد، چگونه پیش از خواب دعا می‌کرد. بعد آن روزها را یاد آورد که یوسف جوان شد. کم گپ زد، دیر آمد. وی به خود گفت شاید من سخت‌تر می‌بودم، شاید باز می‌داشتم. اما بعد فکر کرد آیا مادر می‌تواند فرزندش را با زور نگاه دارد؟ این فکر دلش را شکست، ولی راست بود. وی رو به قبله نشست، نه برای دعا، برای راست گفتن. گفت ای پروردگار، اگر من کمی کردم مرا ببخش. اگر فرزندی من خطا کرد او را ببخش. این سخنها آسان نبودند. با گریه آمدند، با درد. ولی پس از گریه آرامی آمد، نه شادی، آرامی. مادر فهمید هر کس امتحان خود را دارد. او با صبر، یوسف با انتخاب. وی دیگر خود را نمی شکست، چون فهمید شکستن پسرش را بر نمیگرداند. صبح او بر وقت برخاست، خانه تازه کرد، چای گذاشت. این کارها عادی بودند، اما برای او قدمی نو بودند. او گفت من زنده ام و تا زنده ام باید صبر کنم.
آن روز به خانه یک همسایه رفت. زنی که پسرش جوان بود، بی پروا. مادر آرام گفت با پسرت صحبت کن، امروز نه فردا. همسایه چیزی نگفت، اما در چشمانش ترس آمد. شاید فهمید. مادر برگشت. در راه نفس کشید. چقور. وی دیگر تنها مادر غمگین نبود، او مادر با عبرت شده بود. اما قصه هنوز انجام نیافته بود، چون بعضن پس از قبول آزمایشی آخرین می آید. حکایه یوسف برای بسیاری ها درس شد، اما نه برای همه. در همان دهه پس از چند ماه جوان دیگر بود. نامش فرخ. او یوسف را می شناخت. با او خنده کرده بود. با او نشسته بود. مرگش را با چشم خود دیده بود. ولی فرخ به خود می گفت این با من نمی شود. این جمله همان جمله است که شیطان دوست می دارد. فرخ جوانی تیزهوش بود. زبانش شیرین، دوستانش زیاد. مادرش نیز زنی بود که شبها دعا می کرد. اما پسرش بیشتر به بیرون می نگریست، نه به خانه. یک روز مادر او را باز داشت. گفت فرخ، یوسف را یاد دار؟ فرخ خندید. گفت اوچه، زندگی ادامه دارد. این سخن مثل سنگ بود، سنگ خنک. مادر چیزی نگفت، فقط به آسمان نگاه کرد. روزها گذشتند. فرخ همان راه را انتخاب کرد، همان نشستها، همان سخنها. اما یک فرق بود. در دلش گاه گاه ترس می آمد. یک شب او خواب دید، خوابی که یوسف در آن بود. یوسف با او گفت من فکر می کردم وقت بسیار است. فرخ از خواب با ترس بیدار شد. دستانش عرق کرده بودند. او نشست، خواست به کسی زنگ زند، اما گفت این خواب است. صبح آن ترس کم شد. روز ترس را می خورد. فرخ باز بیرون رفت. باز همان راه. مادر آن شب گریه کرد. گفت ای الله، من دیگر چی گویم؟ این دعا نیز به آسمان رفت، اما جوابش هنوز معلوم نبود. در همان روزها یک جوان دیگر بود. نامش کمال. او نیز یوسف را می شناخت، ولی خواب را شنیده بود، حکایه را شنیده بود و ترسید. کمال آن شب به خانه بر وقت برگشت. به مادرش گفت اوچه دعا کن. مادر حیران شد، اما دلش سبک گشت. اینجا تقدیر دو راه نشان داد. یک راه تکرار، یک راه بازگشت. فرخ گفت بعد، کمال گفت حالا. و همین فرق تقدیر را دیگر می کند. روزها آرام می گذشتند. ده گویا به حالت پیشینه برمی گشت. اما در دلها چیز دیگر بود. کمال همان جوانی که از حکایه یوسف ترسیده بود دیگر به آن راه بر نگشت. او شام بر وقت به خانه می آمد، بعضا در حولی می نشست، با آسمان می نگریست. یک شب به مادرش گفت اوچه، من نمی خواهم دیر فهمم. مادر اشک در چشمانش آمد. این اشک از ترس نبود، از شکر بود. کمال آهسته آهسته به نماز برگشت. نه همه اش یک باره، آهسته، با ترس، با امید. او می‌دانست برگشتن آسان نیست، اما ممکن است. در همان روزها فرخ دیگر میشد، نه به خوبی، به سختی. او باز همان سخن را تکرار میکرد. همه اش تحت نظارت است، اما چیز دیگر تحت نظارت نبود. یک شب فرخ با همان دوستانش بود. هوا سرد، روح لغژان. کسی گفت باز یک بار. این باز یک بار آخرین بار شد. صدا بلند شد. ناگه، دردناک. فرخ خود را به زمین افتاده حس کرد. سرش سخت زد، چشمانش سیاه شد. در همان لحظه در دلش یک فکر آمد. او چه؟ اما آواز برآمدن نتوانست. وقتی مردم جمع شدند همه فهمیدند. باز دیر شد. خبر به ده رسید. مادر فرخ نشست، فقط نشست. گفت من گفتم. اما دیگر کسی شنیدن نمیخواست. در همان روز کمال به مسجد رفت، نشست، دست بر رویش گذاشت. گفت ای الله،
شکر که من زنده فهمیدم. این فرق است، یکی دیر یکی زنده. مادر یوسف از دور شنید، خبر را شنید، سرش را پایان کرد، در دل گفت عبرت هست، اما هر کس وقت خود را دارد. و در همان لحظه فهمید پسرش بیهوده نرفته است. بعد فاجعه آدمان بسیار چیز میگویند، اما نه همه سخنها مهمند. در ده هر کس چیزی میگفت. یکی میگفت اگر آن روز، دیگری میگفت اگر پیشتر، اما این اگرها دیگر چیز را بر نمیگردانند. مادر یوسف دیگر به این سخنها گوش نمیکرد. او میدانست حقیقت دیر می آید، ولی وقت می آید دیگر نمی رود. یک روز در مسجد بعد نماز امام سخن گفت، آرام، به تهدید. گفت هر جوان دو راه دارد، یکی امروز، یکی دیر. این سخن بسیارها را فکرمند کرد. بعد از نماز یک جوان نزد مادر یوسف آمد. گفت اوچه، من همان شب به خانه برگشتم از ترس. مادر به او نگاه کرد. در چشمانش اشک بود، اما تبسم هم بود. گفت ترس می پسرم، این رحمت است. این سخن در دل جوان ماند. در خانه دیگر مادری فرخ نشسته بود. خاموش، گهواره نداشت، ولی خانه خالی داشت. او هم همان سخنها را می گفت، اگر آن روز، اما کسی جواب نداشت. شبها در دو خانه گوناگون دو مادر بیدار می شدند، با دو درد، اما با یک حقیقت. یکی می دانست که پسرش دیر فهمید، دیگری می دانست که پسرش عموما نفهمید. این فرق سخت است. مادر یوسف بعضاً به خود می گفت شاید اگر او زنده می بود این سخنها را نمی گفت، اما بعد می فهمید حکایه پسرش به دیگران زندگی داد و این کمی سبک می کرد. در ده بعضی جوانان دیگر شدند، نه همه، اما بعضی ها. آنهایی که دیگر شدند کلمه بعد را به حالا عوض کردند و این کلمه مهم است. صبر یک باره نمی آید. آن مثل صبح است، آهسته، بی صدا. مادر یوسف این را با گذشت وقت فهمید. نه در یک روز، نه در یک ماه. با هر سحری که به پسر بیدار می شد، او دیگر به ساعت نگاه نمی کرد. دیگر انتظار نمی شد. فقط زندگی می کرد. این زندگی آسان نبود، اما واقعی بود. یک روز مادر در حولی نشسته بود. آفتاب رویش رو گرم می کرد. وی به آسمان نگاه کرد و فکر کرد. من هنوز زنده ام. این فکر پیشتر درد می کرد. حالا قوت می داد. وی با مزار بیشتر می رفت. نه برای گریه، برای صحبت. می گفت فرزندم، تو در دل بسیاری ها ماندی. این سخن راست بود. در دهه یک چند جوان دیگر شدند. نه پره، اما یک قدم. یک جوان به مادر گفت آچه، من نمی خواهم مثل یوسف دیر فهمم. این جمله دل مادر را آرام کرد. وی فهمید صبر تنها طاقت نیست، صبر تأثیر است. یک بگاه مادر با یک زن دیگر نشسته بود. آن زن نیز پسر داشت، بے پروا. مادر آرام گفت با پسرت امروز صحبت کن، فردا دیر می شود. این سخن سخت بود، اما راست بود. وقتی آن زن رفت، مادر تنها ماند، خاموش. اما این خاموشی دیگر خاموشی درد نبود. این خاموشی فهمیش بود. شب مادر رو به قبله نشست. دعا کرد، به اشک. گفت ای الله، شکر کی صبر دادی. این دعا قبول شده بود. الکی، چون صبر خودی جواب است.